سلامی دوباره به دوستان عزیز. بیشو جمع میکروفون میبری بالا. دوست دارم ببرم صدام خیلی نزدیک شفاف شه. عجب گاوی. صدا به این شفافی دیده بوده تا به این یاد بگیرید. اینم تو میذاری درت یا من بهم میگن میذارم سیکروفون. کی اونی که میخواد بازی کنه باید بذاره درش دیگه. تو گوش کنی من بازی کنم یا من بازی کنم تو گوش کنی. منطقی نیست که. من باید بازی کنم. بعدی تو بازی. جدی میگی؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بزن. سلام من به تو یار قدیم. سلام به رفقای گلم، به میکس فرنس خوش اومدی. از این بعد میخوایم بتره کنیم. من حسینم و این امیر. آفرین. باشه به این خوبی میخوایم بازی کنیم. بازیه. این بازی میکنه، منم کم میریزم. این بازی خیلی وقت بود اومده بود، ما خیلی می‌خواستیم انجام بدیم نمیشد. اسم بازی چیه؟ ایندیکا. نمیدونم اگه درست میخونم یا نه. بازی ترسناک. درست دیدم یه تیکه هاشو من دیدم تو یوتیوب بچه‌ها بازی کردن، زیاد به نظرم حالا نمیدونم ببینیم چه جوری میشه دیگه. کانتینیو بازی کردی قبلا یا نکردی؟ بزن نیو دیگه. من تا یه جا رفتم، اول بازیش اصلا فرق میکنه با همه بازی. اصلا غلط اندازه. خیلی غلط اندازه. چرا سرفه کردی؟ ببخشید عذرخواهی میکنم. الان چرا خودت سرفه دست خودم کردی؟ نبودی. ببین داره میفته. بس اینا رو بگیر، این سکه ها رو بگیر. این چی هست؟ بگیر اینا رو، باید بگیری امتیازت بره بالا. بعد تو خطش بری. آها برو بعد این وین و تو تا آخر هم اینجوری. یعنی چی؟ این بازیشه، کلا این بازیشه. آره تو شو سوتی دادم؟ آره باید بخوری بهش. برو بازی نکردی تا حالا. بلد نیست. نه آخه بابا بعضی اوقات آدم این در میره دیگه. برو آها گندش. تمام رفتی تو بازی. نمیدونم چرا اولش اینجوری درست کرد. ولی گرافیکش خوب. از این دستگاه هستن دکمه میزنن. من اول بازی کردم فکر کردم مثلا من کل فکر بازی اینجوریه. کانجرینگه. من تصورم مثل کانجرینگ بود راه بس مثلا. نه من فکر کردم کلا بازیش این شکلیه. بعد اینو رد کردم دیدم نه اصلا یه مدل دیگه است. حالا باور میکنه من یه تیکر اصلا ندیده بودم. من فکر می‌کردم من دیده بودم اینجا رو. این یه تیکه اولش ندیدم. تعجب کردم. ندیده بودم. من اونجا بعد دیده بودم که الان دیدم. شما هم ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط از بازی ترسناک میترسی؟ نه اون موقعی که من این بازی رو دیده بودم خیلی فکر کنم پارسال بود، نمیدونم یادم مثلا نمیاد چی بود، هیچی یادم نیست. فقط یه موقع راهبه سوتی ندیم یا جا گیر کنه. چی شده؟ یه موقع مثلا گیر میکنی تو بازی نمیفهمی باید چیکار کنی. خیلی چیز بی خودیه. برو اونجا دیگه. داره میگه برو اون ور دیگه. نه اینو میفهمم برادر. خب من نمیفهمی دیگه. داره میگه برو اون ور. چرا دو تا علامت داره؟ نه اونجا میتونستی بشینی فکر کنم. شاید تاریخه هیچی معلوم نیست. نمیشه بازیش کوتاهه یعنی نمیدونم مثلا ندیدم. I'm sorry. الان امتیازمون 1300 اونجا ربطی داره؟ احتمالا شاید. اینم که درس باید بخونیم. ما که درس حوصله نداریم مطلب بخونیم. همین الان دانشگاه نمیره میپیچونه. کسا نگو من معمولم ویدیو رو ببین. منو لو نده. نمیه اینجا. کجا؟ خوب دانشگاه میپیچونی میای اینجا. بابا خب کات کن اینا رو. نه بازی نکن. چیو کات کنم تو بابا همه رو نه بابا نکن بابا. من کلم میکنم برم خونه. اشکال نداره. چه این رفاقت ایست در میاد بابا. آقا دروغ میگم. دانشگاه نمیره میپیچونه میاد اینجا. هفته پیش 2 هفته پیش بعد کلاس میرم. یه دقیقه صبر کن. ما رو تو بخاطر ویدیو من الان اعدام میکنن. نکن این کارو با من. 2 هفته پیش آقا واسه حواس منو پرت نکن. یهو سوتی میدیم وسط بازی آبرومون میره. دیگه خود مامانش بدونه دیگه. 2 هفته پیش بپرس کجا بودی. دانشگاه که نبودی. کجا بودی؟ دانشگاه که نبودی. چرا بودم؟ بازی برو. من شاهد دارم. دروغا میگن شاهدت که میگی.
یعنی داستانش اصلا راجع به تیه ایندیکا. حالا اصلا معنیش هم فکر کنم روسیه. ایندیکا بکنه The prayers of all the نه شاید هم روسی نباشه. Sasha, do you have something prepared for Smaragda? معنی؟ نه میگم شاید واژه‌اش یه جورای روسی باشه. شاید یه هوا. دقیقه من گوشم بیارم. Thank you. نه همینجوری گفتم. من ببینم ایندیکا چیه. چون آخرین بار من دیده بودم یکی از بچه‌ها تو یوتیوب بازی کرده بود نگاه کردم ویدیو. موزیک چرا میذاری؟ به خدا من موزیک هم نداشتم. پلی میدیم. دیجی. یا حسین حاجی ویدیو موزیک پلی شد. الان که کسی نه اینجا تسخیر شدی بابا. من اصلا دستم نخواد به هیچ چیه. فکر کنم به کیبورد خود دست میدی. sense they didn't love her that much. To be completely honest, they didn't love her. الان بازیو میگم چیه. Nothing but الان چی شد و کجا رفتیم؟ من حواسم این لحظه پرت شد. بعد کجا بریم؟ however, was not to blame. Were it not for the voice that was inculcating ideas in her, unforgivable for a Christian, ایندیکا اسم این راهبه است. she would have been a virtuous. مشغول مراسم مذهبی در صومعه در کشور روسیه است دیدی که روسیه؟ برای آره آفرین روشی نخوری یه چیزی میشه. نه. آشفته میشه مراسم مذکور رو به اسمش نوعی به هم تابلو میریزه. روسیه. میگه این یه راهبه است، ذهنش آشفته میشه، میزنه به مراسم مذهبی. الان میره. ذهن این آشوب بابا خب پرتش این الان کن بیرون. آشفته است. ما مریضید از اینجور بازی ها میسازی. More convincing. حاجی همون رو دور زدیم که من فکر کردم اینجایی که علامت داره برو دیگه. چرا نه نمیری؟ من فکر کردم باید بری اون ور درش بود علامت نزده بود اومدم بیرون زد. آقا این سوتیایی که دادیم رو خواهشن کات کن آبرومون نره. عیب نده. یعنی همش ذهن ماه به خاطر ذهن ما اینجوری شده. بین این آره کاراکتری که دیگه، داریم بازی حتما میکنی یه جورایی من دیده بودم یه کوچولو حالا نمیگم حالا عین اون بوده ولی یه ذره ترسناک و کمدیه. سبک هلبلید هم هست مثلا دیدی چند تا صدا هست پشت سر هم اینجوری میشنوی مریضن. یه جورایی تو این سبک بازی میتونه در باشه. میارن. تو بازی کن من یه ذره چی؟ میوه بخورم. برو جلو. بابا چی میوه بخوری؟ این چی بود برداشتیم؟ نخوندم. عیب نده. امتیاز بفهمت میده. میوه. اون امتیازه چیه؟ سیب. نه اون نشار بده ده سیب چیه بابا؟ این چیه آناناسه این رنگیه؟ پرتقال. ناته آناناس میده. پرتقال من اومده. آره. ورژن ولی یه خورده این باید مثلا. آپدیت بده ورژن اولیه‌شو گرفتید ها. آره نه همون. درد. داشت این از همه ترسناک‌تر خب من چیزی ساخته ذهن من. مطمئنی سیمیولیتور نگرفتی این چیه این بود؟ سکه میده چرا؟ میگه؟ تو اینجوریه. که نمیدونم ببینم. چرا این بازی اینجوریه؟ واقعا؟ چی میگی؟ انقلاب کردی. زبانم ته کشید. میگه یکیش میگه همین الان 12 صفر همون منظور 12 تا چه کنم 12 تا امتیاز میگیری همچین چیزی. دومیش هم فکر کنم میگه که نمیش کنم نمیدونم یکی رو میزنی یا مثلا واظب شد زبان تقویت کنی. دوباره داد گفت برو. نه خالی کرد دیگه توش سیب نه گفت چی گفت آب بیار سیب زمینی که داد اول آوردیم. اون که فهمیدم گفت برو آب بیار. صدا ترسناک میاد. صدا باده یه مثلا صدای انگار در دیدی جرجر میکنه. اون چی بخوردیم رفت لای دندانمون گیر کرد.
چیکار می‌کنی؟ برو دیگه برادر. بازی بعدی سایلنت هیل اف. اون من شرمندتم. دومت قد داشته مثل سگ. چه ربطی داره بابا؟ نه از من پیش دو وقت تو پیشمی بیشتر میشه بشینیم فیلم ترسانی نگاه کنیم. اون تو پیشمی من بیشتر نگرم وگرنه تکی بود من انجام میدادم. ها فیلم ترسانی چی نگاه بشینیم فیلم ترسانی بگیم ریاکت رو برای بچه‌ها بذاریم. فیلم ترسناک به چه درد می‌خوره؟ به چه درد میخوره؟ اون نه. ریاکتاش به درد میخوره. من نمیخوام. یه شب بریم خونه ما خودم 2 ساعت فیلمو می‌خوای چجوری ویدیو بگیری؟ بشکنم من میگیرم. تو چی کار داری؟ من خونیشون نمیام. بیا بریم خونه ما. بیاد خونه بریم. ما خونه ما. خب یه کار کن. باش من میام خونه شما ولی خونه هیچکی نباشه خودم و خودت. برقرارم خاموش کنیم میشیم فیلم ترسان. نمیخوام اون نه اون موینم میاریم. نه آجی 1 از 5 یا حسین چند بار باید برم آب بیارم؟ مطمئنی درست رفتیم؟ مثلا اینا نبوده من تو ویدیو دیده بودم مثلا همچین چیزی نبود. اینا رو کات کن یا چیز کن. من کات نمیکنم هیچ. نه داداش 5 بار باید بری بیاری یارو خسته میشه ببینی. برو بیا من اینا یاروشو پاک اینا رو کات کن یارو گفت. بیاد کنم باگ. عزیز من میگم طرف میخواد مخاطب تو میخواد. فعلا الان ثابت کن که 2 هفته پیش اینجا نبودی دانشگاه بودی. نمیخوام. چجوری ثابت کنم؟ خب دی من دوربین دارم ثابت کلاس میکنم. هست بابا تو من هفته دوربین پیش دارم. کنسل شد مغازه کلاس. دوربین داره ثابت میکنم که دانشگاه نبوده اینجا بوده. آقا من فکر کنم به این ویدیو ادامه بدیم من قراره اعدام منو اونجا بزنم پسری که به دلیل نرفتن به دانشگاه اعدام شده از اداب بشی. دانشگاه کی میره؟ تو کس خوب هر کی میره خیلی پسر خوبی. الان تو هم داری میری دیگه. من تو یعنی الان نگو من نمیرم. چیه؟ گفتی من نمیرم نه دیگه. خب دانشجو که هستی. نه پسری که کلاس ها رو میره. خب دیگه میری دیگه. آره من میرم. هفته خب پیش مرد جلسه حسابی رفتی. کلاسای من همش ریاضیه من نرم هیچی حالیم نمیشه بشینم بعد آقا بری هم هیچی حالیت نمیشه. من باز به دوکه ظریفی اشاره کردیم. والا یه جوری میگه برم ترم پیش با هوش مصنوعی قبول شد. یه درس با هوش مصنوعی خداوکیلی گسستر هوش مصنوعی بدید جوابه. من گسستر پاس کردم 15 شدم قضا خیلی میزان اصلا تضمینی یعنی جنگ نمیشد یه ترم افتاده بود. والله خدا شاهده من دیفرانسیل برداشتم این ترم پیش خیلی سنگین برداشته بودم دیفرانسیل و گسسته گفتم آقا من اینا رو گفت یعنی بس کمر همت بسته بودم گفتم من میافتم. اسرائیل جون زحمت کشید نه جنگ رو بچه شما بگین داخل یادم با بچه ها داخل کامنت ها بنویسید شما از هوش مصنوعی استفاده میکنید برای تقلب مثل این؟ فکر کنم خیلی ها اصلا داغان. نه بالا گوش کن بچه های کلاس ما رفته بودن استاد گرفته بودن برای گسسته الان نبینن اینا فردا سختش کنن. استاد گرفته بودن بعد اون رفیقمون که با استاد نمیشون من چت جی پی تی داده بودم من 15 شدم اون شد 4 یه نمره از من تازه کمتر شد. آی میسو استادای محترم از این حواستون جمع کنید غیر حضوری اصلا برگزار نکنید چون دست اونا نیست که دست دولت بود اون غیر داستان غیر حضوری. یه زنگ شد ولی نه خدایی استادا باید یه ذره روون مثلا ما یه استاد بوده که از بچه‌ها خیلی سخت گرفت نامردیه یه ذره استادا باید یه سریاشون نقطه بازی در من قبول من مثلا دانشجوی ما هم این کارا رو می‌کردن دیگه تو اون شرایط خدایی باید یه ذره این سری باز نرم میگرفتن دیگه نه باید خیلی فشار می‌اومد رو. نه یه سری استادای محترم ارثتون رو که نمیخواد دانشجو بگیرید یه ذره آسون‌تر خیلی طولانیه حسین. اول آخر دانشجوها که بخوان مدرک رو بگیرن هیچی از قبل یادشون نمیاد شما راحت بگیرین که مدرک بگیرن برن دیگه اینا رو چیز نکن. چه کاری من میگم کات کنی چون ناکن 4 بار تا الان 5 بار باید بریم این من نمیدونم چه مسخره بازی این بازی چرا اینجوریه. اشکال نداره بذار بچه‌ها حوصله‌شون سر نمیره. آریا رو دیدی؟
ما حرف میزنیم حوصلتون سر نمیره. آره ما حرف میزنیم. مثلا ویدیوهای آریا رو اگه دیده باشی مثلا این مدلیه، مثلا یا وسطا چاپ همینجوری داره تسک آره، انجام میدونم. میده یا تا کات میکنه میپره وسط، یا ویدیوهای دیگه هر کس. آریا نگاه پسرم بود. من نمیدونم کدوم آریا رو میگم که. من میگم کات کن دیگه. من کات نمیکنم. کات کن. من کات صدا چی بود؟ هیچی. به خدا صدا اومد. مثلا صدا چی بود؟ هیچی عزیزم. من اینو در بیارم. احساس ناامنیه. کاش میگفتی هدست هم میآوردم 2 تا میذاشی. چه؟ ایرپاد نداری؟ آه. هدست میآوردم تو هم میذاشی. میآوردی دیگه. حواسم نبود اصلا. بعدی بیار. مگه نه؟ یعنی تو نمیشنوی حال نمیده و تو هم بشنوی دوتامون بترسین. اصلا نداری؟ هنسفری هم نداری؟ آقا من نمیترسم. او هنسفری داری؟ یا هنسفری نداری؟ نه اینجا ندارم، خونه دارم. تمام امکانات خونه است اینجا. چیزی الان اینو میگم پشت سرتون چیه؟ مغازه دارم یوتیوب زده. پرده سبز نیستم. آره بک‌گراند پرده میشه. سبز خود بک‌گراند. میشه عوض کرد بک‌گراند چه؟ رو؟ میشه عوض کرد. پرده سبز البته پرده سبز دارم ولی استفاده نمیکنم. اینجا نیست. آره خونه است. خونه اصلا امکانات ویژوال قسمت بشه تو خونم ویدیو بگیریم بذاریم. البته این بیشور نیست. یه شب میبرمش. بیشور نه من شب نمیام. من نمیشم چی میگی ولی من شب نمیام. شب رو فقط شنیدم دوستان فینیتو. شب اصلا هیچ به هیچ عنوان 0 احتمال 0. چیه؟ نداره. نه خیر. حالا آبتو ببر. آبتو ببند چه من تزو ببند. خودش میخواره من انشالله بار آخر دی 5 شدی پدر ما رو در آوردی بابا. چه بازی مسخره ایه چیه بابا؟ این خودش ضعف ها. بازی نکنید این ایندیکا رو بازی نکنید دیگه حالا انقدر دیگه دقیق بخوای انقدر واقعی نشون بدی که مثلا 5 بار بری آب بیاری داداش دیگه ول کن دوره به خدا 2 بار آخه انجام چیز بده. ترسونش مثلا ویزیج بود دیگه. ویزیج از این این ترسناک‌تره. بازی ترسناک بیشتر یه بار مثلا حالت بار روانی تو میگم مثل هل بلید هم خیلی ترسناک نبود. ویزیج هم همینجور. ویزیج هم اصلا یه بار روانی داره. ویزیج خیلی جالبه. صدا از اینجا میاد تو بازیه. این صدا نه از بیرون. ترسید. ویزیج خیلی جالبه. چرا یه جور الان نگاه میکنه مثلا بذار حرفمو بزن. این چرا ویزیج خیلی جالبه. مثلا یه جا روح ظاهر شده میمیری، سری بعدی که دوباره میری اونجا ظاهر نمیشه، نه میبینی نیم ساعت بعد میاد. اصلا با روح و روانت بازی میکنه. همون دیگه میگم بازی با روح و روانه. مثلا اینکه طرف بعد صداهای 4 تا پرونده داره. 4 تا پرونده مختلف داره. بعد ما 2 تاشو رفتیم. یعنی 2 تاشو من دیگه حوصله‌ام کشید رفتم. 2 تای دیگه رو نتونستم. واقعا اصلا نمیکشید. بازی نکردم اینقدر تالا. نه من ویزیج اصلا خیلی خوب. مثلا پی سی دوبله داره. قشنگ متوجه میشی چه اتفاقی داره میفته. قشنگ داستان رو برای روایت میکنه. خیلی داستانش قشنگه ولی تو مغزیه. یعنی پرونده هایی که داره خیلی طول میکشه. داره میگه خدایا چی شد؟ تو دهنش چی بود؟ آدم کتوله بود گفت دالی خدا. نه این چی بود؟ مگه ترسک؟ خب نه دیگه گفت تو چیزی توضیحاتش نوشته یه خورده ترسان یه خورده کمدی هم بهش اضافه کردن. مثلا این پدر دیگه عیسی مسیح ترمز دستی این همینه. اینو هیچی نمیبینه؟ فقط این میبینه؟ عجب مشرجب. آقا این چیکارش اینجوری اینجوری نبود. من یادم اون موقع من اینو دیدم مثلا همچین چیزایی نداشت. تو اشتباه دیدی بابا. من یادمه اینا همه گوسپیت شدن اینجا. دار میگه پدر ببخشید. میگه در تم سفید چه؟ چه؟ همه بابا حوصله خوندن نداره. کوچولو شدن اینا. حاجی من اینا رو دیدم اصلا اینجور چیز نداشت. البته بگم
اون موقع که من تمام شد دیدم بازی؟ نه دمو بود، حواسم اصلا نبود اون بازی دموش بود، این کم داشتن مثلا اینجاش حذف کرد اول بازی. تازه بازی نداشت. شروع شد. Indica had not been blessed to تره بابا کن. این ویدیو داره میگیره ایبو آره. استاپ کرد. نه دیگه استوب نکردی داره میگیره she could not shake the feeling. اینجا رو باید کات بزنیم لالای لالای لای لالای لالای لای لالای لالای لای لالای لالای خوبه لالای آهنگ بخون بزن نترسی. لالای لالای لای لالای لالای لای لالای 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 لای لالای لالای لای لالای 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 لای لای لای. تمام شد. حالا این بازی خیلی اونقدر ترسناک نیست، بازی ترسناک اصلا آهنگ ترسناک نیست. سایلنت هیل بابا اف هم خیلی خیلی خوبه. اف یه چیزا- تیکه ما دیدیم با هم رفتیم اف و یادتون یه تیکه رو ما گیر کرده بودیم چیکار باید کنیم، آخر سرچ کردیم بعد دیدم چی دیدم نه من رفته بودم کامپلین چی همچین چیزی. چیز داستانش اصلا راجع به زورگویی خانواده به دختراست انگار، ازدواج زوری و اینا، اصلا داستانش طول اون داره جدی؟ میگذرونه. آره یعنی اصلا به سایلنت هیل 2 هیچ ربطی این سایلنت هیل نه دادم. نه من 2 ریمیک بازی کردم بد نبود. نه اصلا ربطی به 2 نداره. میدونی چه جوری اومدن درستش کردن؟ دختر شخصیت اصلی بازی هست، مادر پدرش به زور میخوام بدنش به مرد دیگه. خب این دختره خوش یه نفر دیگه میاد، یکی از دوستاش. و جوری که من حالا خوندم، شاید هم چیزی که یادمه رو دارم میگم، میخوام بدنش به یه نفر دیگه. داخل بازی اون نفر دیگه رو به حالت نیمه انسان نیمه روباه نشون میده، یه ماسک روباه زده که از یه جای بازی به بعد دیگه میفته داخل یه حالت معبد مانند. همون جایی بود که من رفتم گیر کرده بودم، یه عروسک بود همونجا رو میگم دیگه. اونجا قبلش یه مرده میاد ماسک روباه رو صورتشه. خب این که میری جلوتر بهت پیشنهاد ازدواج میده که تو باهاش ازدواج کنی اینا، بعد یه جا دستشو میکنه، دست دختران میکنه، یه دست روباه میذاره. 6-7 تا پایان داره اصلا بازیش، پایانا مختلف. جدی و اصلا داستانش خیلی پیچیده است. بازی کردیم ایشالله بازی میکنیم، ولی صداهای خیلی بدی تو بازی داره. آره یه دفعه میپرن، بعد اون خب. یه دفعه پریدن من فکر کنم تو آب نمیره. مرد نه این چه راهبه این شکلیه؟ چرا یه ذره دیلی نداره؟ اش نمی‌کنی؟ Prayers of all the saints, چرا؟ Jesus Christ our God, have mercy on us. ها؟ گرافیکش نسبتا بد نیست. چیزه اینترنت روشنه؟ آره خاموش کنم؟ بذار باشش گشت. Tisha, I need to use the گرافیکش نسبتا بد نیست ولی داستانی نداره، داستان قوی نداره، اصلا داستانی نداره که بخواد قوی اصلا هم بازیش چیز معمولی طور بود همون There just has درآمد. Tisha, درآمد بازیش I'm sorry من معذرت میخوام. سبک چیزه. I brought you some apples. I love منظور این بازی اومده خفنه. دنبال یه حیوان، them. یه چیزی که خوندم ها؟ اومده دنبال یه حیوان انگار. Steps are all wet. Slip and fall again. با دست داره تمیز میکنه. Don't worry, Tikon. خدایا آسمون ها، خدای کهکشون ها، برس به داد دل عاشق ما جوون ها. او فکرم باید میرفتی رو اون. او یعنی زودتر باید آره میرفتین؟ زودتر باید میرفتی. من فکر کنم آقا وای میسته اونجا. نه بشین خب تا وایس. کجا باید میرفتیم؟ من تا برم اون رفت دیگه. بشین تا وایس. ببین نه باید سریع چیز کنی باید بدوی. حالا من بزنم برمیگرده. اوه چه باحال. حالا من چیکار بذار کنم؟ بیاد میتونی بهش برسی دیگه. چه اسمی میده؟
نمیرسه این فقط که اطفالی چرا از همونجا نمیتونی بپری؟ مثلا دکمه پرش نداره. مطمئنی؟ بذار برگرد، بذار کامل برگرده. بذار بیا. چیزی هم نداره حقیقتا. وایس بذار بیاد بذار کامل بچسبه اسکولا. خب. بزن بود نمیرسه. بابا این خیلی کنده اصلا نمیپره. اون نسبتا سریع نیست برای این. نمیدونم والله. خیلی سریعه. اول بسم الله گوسپیت شدیم. بزن هورا. چی شد؟ همون بود؟ ها؟ همون بود؟ آره. چجوری بود؟ میزدی اونجا گیر میکرد باید رد میشدی. به مادر واضح. بله. Mother when you call. آقای محترم بیا اینجا بگی بشین. گوشی بازی نکن خجالت بکش. بیا. چیکار من داری؟ سر تو کار زندگی خودت باشه. تربیت. Damn, Tikhon has the key. Ugh, what an imbecile. Loved Tikhon. Imbecile was a medical diagnosis, so she was just using the word. خب Tikhon couldn't hear her. میشه رفت بالا. Isn't really a verb, برو بالا. is it? بالای بالا انگار رو ابرا مثلی که دانم مهر. نصف دنیا آهنگ بخونیم نترسیم. بالا یه بالا یه بلایی بعدن سرت بیارم. ترس برات به جا آرزو. خب دوستان عزیز همینجا ویدیو رو پایان می‌رسونیم. بسیار قشنگ و زیبا. It was as if the الان چی شد؟ would want to let her go. Even though she knew there was no place closer to God, she yearned to leave it, at least for a short time. Not true. دلم تنگ برای دیدن تو عزیز جون. Just one thou hast received. هنوزم دل تو نگردم عزیز جون. هنوزم دل تنها. او هنوزم حسین. دل یارم. دعا میخونه. الان مثلا دعا رو الان اینو بزنی دعا نمیخونه. اکن چجوری میشه؟ بعد دعا میخونی درست میشه. Prodigal, I have sinned before thee, O merciful Father. Receive me abound in حدسه با ایمانه میگه سمت خدا نباشی شیطون میشه شلوارت آره. در میاره. همیشه باید دعا کنید. نتیجه اخلاقی. دعا کنید. گوساله چرا افتادی پایین؟ این چرت و پرت زیاد میگه. I dare to approach thee, O Christ. Receive Right, me as thou yeah. didst the Then prodigal wish. in the heart. صندلی زاویه است. Open mine ما اینجا امکانات داریم، ما صندلی هم داریم. Over her mouth after every اما yawn. ها؟ بزرگ اینجا جا نمیشه با تو نمونه. praise for who can tell of کار thy دیگه. works. O Christ, تربیت. remember the multitude of thy wonders. My soul was wasted. من صندلی ما بودیم شکم من میره I تو. beseech thee in the Lord, pour out upon me a drop of thy mercy and cleanse me. For I am ویدیو بعدی دل ترسه. آره. behold, thou didst raise up the paralytic, O Lord. بذار صبر کن. Thy care and my هموم کریم خان. which is palsied by diverse هماهنگ sins and کردم. transgressions, and by unseemly deeds and آره. works, that saved I may cry out آه چی میگی؟ من نه to thy power. هیچی کار تو کن. Christ. ما کجا باید بچه بریم؟ خودم بهتون میگم میخوایم بریم حموم کریم خان. یه حموم تاریخی قدیمی اتاق فرار اومدن توش درست کردن. اصلا نگم براتون داغون خیلی داغون. بکنم باید بریم تو این قرمزا نه؟ آره Use that skill, just like her personal hygiene, always
She would carefully clean the devil's work from چی معلوم؟ فکر کنم اینجوری میشه. endless prayers that would repeat چی شده؟ much they lost their original meaning. فکر کنم بازی احساس ناامنی دارم نسبت به این صندلی. نریفتیم پایین. چی شده؟ نیفتیم پایین. بیافتم که تو رو میکشم نه پایین. اینو پایین بودم. تو بیا مشکل نه. دعا کن رفتی تو جهنم. دعا کن رفتی تو جهنم. جهنم. ذات اینجاست ها. میدرستی؟ وقتی خدا غیر داغ کرد. آره؟ هیچ. نمیشنوم من، این داره دعا میخونه، من اصلا نمیشنوم، فقط صدای دعای اینو میشنوم. اشکال نداره. من تکبودی شدم الان و مغزم اروره. بچه هم فهمیدن تا الان. به خدا الان بس تلگرام هم پیام اومده. Endless oaths, the black veils, خب هیچ ولش کن. apologizing. Indica hated Smaragda's tasteless آها دعا کن درست شه. دعا کن خب. ببین آینده تو داره بهت نشون میده. هیچی. چی نشان میده؟ هیچی ازم. چی شد؟ just like her personal hygiene. Always at lunch, she would carefully clean قشنگ تک اینجاست که میگن مردا تک بودی هن. خانوما چند بودی. البته این همجوری هم. ماها چند بودی. ما و بچه ها چند بودی یه دونه تک بودی. چی میگی حسین؟ هیچی کار رو با. این کثافت داره دعا میکنه، من هیچی نمیشم. دعا برده با. یه فیلم ازت دارم بعدا میذارم بچه ها ببینن. فیلم چی داری؟ حالا فیلم چی؟ ما یه فیلم دارم ازش فیلم نداره میذارم. بابا الکی میگه. چرا؟ یه فیلم دارم. فیلم حاجی دعا رو قطع کردیم چی نشد، جهنمی نشد. الان اینجا خدا دید راه را هدایت شدی. کاری نداره. هم شد یعنی جالبه. اون یه چیزا فیلم بگیریم. بازی خوبا به نظرتون اگه نظرتون اون داخل بستن کامنت کارشن پوینت بریم تو استریم استریم کنیم. بهترین حس دنیا بالای بالا. دل تالا رو خوابم گرفت خدا وکیلی. ما گفتیم این ترسناکه، بریم یه پلی بدیم اولین ویدیومونه، گفتیم حداقل یه چی باشه بترسیم بخندیم، دیدیم نه والله این اصلا توی بترسی این ویدیو رو زیاد آره بابا به در سگ گرفتم یه دقیقه بگذره. Jesus Christ, what are you doing here? You. The Cloistress is here! دیدی گفتم میخوای بترسی برای همین بود. Jewel is here! این کوره؟ کی؟ حتما Bump into me. I keep missing. نه دیگه اومدی جلوی دفعه اون یارو پک کرد اینجا تو ریدی. بابا زد شلیک که زیر گوشمون، من سمت بایدم. What? Who's there? چون یارو اینجوری بود، چون منگولا رو میزنن نگهبانی، این دمر به باد میده که والا این واقعا اینی که من دیدم فرمانده خوشم میکشه. برای 22 گیگ بازی گرافیکش بد نبود ولی داستان ترمالی داستان نداره اصلا. یه چیز سرگرم کننده ساختم فقط طرف بشته. داستانش کوتاهه الکی نه بازی من ندیدم، من فقط دموشو دیدم. چرا میره پایین بابا؟ یه دونه از اون هدستا از خونه بیار. کدوم هدستا؟ سیمی هم همه سیمیه؟ آره با همه سیمی. I can help if you let me. 20 سیم یه دونه داشتم که دادم رفت دیگه. دادیم ماما همین. آو دادا Excuse me, what happened here? این اون کتوله نبود؟ رفته تو گوتش.
آه. میله صاف تو گوت خیلی درد داره خدا. بعد جایم رفته گوت زده رفته تو روده و ریه و همه وسط که نرفته. ها؟ وسط نیست بغل. ها؟ میگم وسط نیست بغل. نه از بغل دیگه. اوه 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 آقا خیلسه در این فشارم خیلی بد. اوه 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 عیسی مسیح صاف از قاچ گوت هم رفته. هی داره میگه عیسی مسیح داره عیسی مسیح داره. We often have to. این اصلا کمک این داره آهنگ میخونه. کمک هم بخوام بکنن این دیگه. اون مگه آدم کوتوله نبود؟ نه اون زنه بود. بابا همین بود دیگه، با همین لباس بود دیگه. اینجا بابا، آدم بابا. پایدار کنه. چرا همه رفتن تو؟ از دور انگار وسط تو، نزدیک بغله. دقیقا جایی که آمپول میزنی از اونجا رفته. بالا ای بابا چرا خمیازه هم خوابمون میاد. نخوابیدیم دوغ امروز دوغ هم خوردیم شدید خوابم میاد. خیلی جالبه. الدو رو میزنی چی میکنه؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح پدر به سر روح القدس. آره. بعد این یارو هم که وز میکنه یا زیر گوشمون صداش قطع میشه تقریبا. یا شاید هم نمیدونم شاید برو تو زمین. جزئی از بازی بود. ما یه چراغ داریم این چراغ به درد عمت میخوره. این اصلا کار نمیکنه. چیه هیچی معلوم نیست. بزنیم بازیش چند ساعته؟ هر چند ساعت هم باشه ما تازه یه بخشی از این پارتشو گذاشتیم. چی شد؟ همین؟ در مجموع شیش هفت ساعته. 6-7 ساعته. چی داره 6 7 ساعت؟ سشتون حالا چیکار کنیم ما؟ زاد انداخت که قایم چیکار از ما کنیم؟ یه ساعت اینجا. یه ساعت هم نشد. ما که با این بازی حال نکردیم. شما رو نمیتونه. شما رو واقعا نمیدونم. بیسکیت مطمئنم شما هم حال نکردیم. بیسکیت رو دانلود نکنید. آره این ایندیکای اصلا دانلود نکنید. به هیچ وجه. آجی خیلی مزخرف. از اینجا رو کنم باید خیلی آشغاله. چیزا رو باید بریم پایین. فکر کنم از پنجره بریم بیرون. اصلا میشه آورد پایین. این همه بازی خوب هست. ما گفتیم اولین ویدیو چیزی یعنی به ذهنمون رسید و گفتیم حالا فعلا با این شروع کنیم. یه چیز فان و ترسناک و به اصطلاح. ای بابا چه اینجوریه؟ چه؟ آقا اونو جابجا میکنه خونه جابجا میکنه. آره اصلا جابجا شدیم من نمیدونم. ما هر بار اینا میزنیم به خدا اینجا یه چیزی این بالا بود ما میرفتیم. من اینو گذاشتم خونه افتاد پایین. فکر کنم بزنم به دیوار دوباره خونه میافتاد. آها. برو بالا برو بالا. اینو بزن و نمیره روش. همین کلون از بزنش اونجا نزدیک دیگه. داداش بزنم دوباره میره تو دیوار. اشکال نداره دی برو. حالا خوبه مثلا نمیره بالا. نمیره بالای اون. خب من فکر کنم باید بریم پایین. این خود نمیره پایین که. پایینم نمیره. بس احتمالا باید انقدر بزنیم یه جا در دیوار آخرین بار. نه اونجوری نیست. برو همون گوشه برو گوشه. آها
سب کن بذار بریم پایین دقیقه ببینم. اون را توی پایین باید داشته باشه. شاید با این تغییر میکنه. آها. خب برو بالا دیگه برات ضبط داره زدی. او این برعکس کرد. از اینجا میری بالا. هیچی بازی تو گفت. آقا چه سر صدا میاد الان ما یه دقیقه اومده این بازی رو انجام بدیم. بچه‌مون ریده. آقا خب اینو ببرم و نمیره. نمیره پدر سگ بی شرف. خب فوشن. فوش هم دادید. پدر سگ فوش نیست یعنی همه پدر سگ رو میگن. خب آقا این بر منتفیه. 2 دقیقه اومدیم بازی ترسناک کنیم از همه جا داره صدا در میاد. مغازه ما یه داری بزنیم این ور ببینیم این ور میره. وا آره میرفت اون. خب نه باید نه. ببری اون ور بره این ور. آو فهمیدی؟ واو چقدر بازی هوشمندانه است. قدرت. الان باید بزنه این ور. خب حالا برای شما ولی فکر کنم باید میرفتی رو برو. حالا برو پایین. برو درست برو. سازان هوش و ذکاوت. آره یوش تخمه. یه ذره دیلی داره. تو پات تکون بخور. نمیدونم. ترسیدی؟ نکن. اونجا برو. صدا چی؟ راهبی لشیه. باشه صدا زن میاد. این یارو رو من ندیدم دیدم. بگیرش. خب صدای زن داره میاد دیگه. مگه قراره صدا مرد؟ هازبند. چه؟ Guess he was loved. ها به زنه میگه شوهرت بود. من فکر کنم این مرد آجی. آره پشت شبیه مرد. یکی دیگه بگیر. پاش داره میلد. حالا خوب بازی ترسناک نیست. نه این یه ذره. میخواید برای چیز بگیرم؟ اسنپ. نه. مای بیبی بزرگ سالان. سرزان چی به چی هست؟ داستان چی هست؟ اینو یادتون باشه اگه من کاری نکردم این مای بیبی بگیر برای خودش. خب بریم تو خونه اول ببینیم چیه. خودی من احساس ناامنی دارم. او این چیه؟ کجات ناامنه؟ زیرم. میشکنه هر دفعه. هر آن احتمال شکستن اون هست. بابا محمد روش نشسته نشه. محمد ببین اتفاق یه باره. اتفاق یه بار میفته. یه بشکنه لحظه محمد است. با هم میترکونه. من چی کنم؟ چون مقصر شما بودی. ببین اینجا حکم دوربین داره ناکام میتونی. خب چیکار کنی؟ چه؟ نه حاجی تسخیر شده. یه لحظه اینجا تو ویو میزنی یه صدایی میشنوم. میشنوی؟ کردی؟ خب صدا نمیاد. من چرا باید اینو بشنوم صدا یه الان؟ زنه انگار یا یه زنه یا نمیدونم خب چیه پرنده چیه. خب بچه‌ها میشنون من نمیشنوم. اینا آدم. بلا 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 انگار که صد هیچی نداره. من نداره؟ الان به نظر اینا ما رو میکشن بریم. نه خب برو دنبالش دیگه داره میگه بیا و بیا و بیا و نیو نیو نیو. این دور صدا جیغ اومد.
صدا چی خوبن؟ به نظرتون چیه؟ صبر کن. Lost your nerve, huh? ها؟ Since when do you obey me? Worry. Fear is a natural reaction. گفت قشنگ نیست. چه قشنگ؟ صداهای خوبی اصلا نمیاد. Life-saving in most گفت قشنگ. داره چیز میکنه؟ کار خاک نمیدونم نظری؟ داره دیشتری درینگ ماشن. نمیدونم شاید ایزی دی. برگشت گفت قشنگ نیست. چی قشنگ نیست؟ exactly. If you're کمک میخواد؟ there's no chance. Calculating chances in a time like this. چه تایمه؟ تایم نداره؟ چه تایم نداره؟ داداش من تمرکز کردم رو ببینم داره چیکار داره میکنه. داره فکر میکنم داره چه غلطی انجام میده یارو. اتفاقات خوبی داره میفته. الان یکی بابا صداهای خیلی بدی داره به حضرت عباس. خب بزن. Listen to her. Doesn't تو like چرا استوب میکنی؟ of an act. نه. Did you see the size of that thing? یا اول تمام سکه همونو برد. حاجی به حضرت عباس صدای بدجوری میاد. چی شد؟ آقا چرا باید سکه بده؟ یه بازی درست این درمون همون نیست سربازه دیگه. است که دستش چیز شده. چرا سکه باید؟ سرباز چیه؟ برام با دوچرخه کنم همین بود. این بود با من سوار دوچرخه میشدیم. سرباز دوچرخه میکنه؟ آره تالار تو اندیشه دموش بارش. بود. بابا دهن سرویس چه اینجوری آهو میکنه؟ چیه آخه؟ به خدا برو تو ببینیم تو چیکار کردن؟ لختش کردن چیکارش داشتن میگن؟ داره میگه حالا نوبت توه مثلا. بعدی تویی. بعدی منو نه بابا اینو دارم میگم. کاری میکنم بعدی بابا میگه. بعدی این با این بودم. من تو رو چیکار دارم؟ کی تو رو ولی با من این با تو ریش؟ کار دارم. Wait! ولی من با تو کار دارم. You've saved me. نگم سرزایی پا کات کنی تیکه رو. نه خانواده میبینم. اشکال نداره. More and she could have بذار خانوادت بدونن چی شده. see. She got away. آب سرزان بچه قزوین باشد اینجوری. چی شده؟ بچه قزوین هم اینجا قزوین من یه هست. تیکر تیک میکنم کات میزنم بزن قزوین مزوین سرش گرده. If the patient doesn't get medical attention, their chance of survival is half. چقدر بازی To کنی؟ be honest, it makes no sense چقدر to بازی generalize کنی؟ like that. یه We ساعت include every بس race. دیگه ساعت شد دی نشد. 52 دقیقه. Where it came from. Oh that's great. Did you arrive safely? No, چی گره؟ نه هیچ. Cassio, is that you? Wait a second. آه صدا این قطع شد. Drop it. You drop your weapon. Throw your rifle here. Don't taint your conscience with sin. You're going nowhere, mate. All right? یه سکوت عجیبی حکم فرما شد. یعنی ما سکوت کردیم بچه‌های خوبی شدیم. شاسکولو بزن بکش بابا. این چرا زنه رو انداخته و جلو خودش رفته باشش قایم شده. چه زافت؟ خیلی شد مردی که تک دست دستش قطع شده یا دیدم دستش کنن یا زخمی. شبیه موقع مصنوعی باشه. اون یکی بپا اونو بپا. To do it like this. Get on. تو بشین Get on him. I'm telling you, go. Go. تو بشین وای تو بشین تو بشین وای تو بشین. یه دسته خیلی سخته. آره
زنه چرا کمش باریکه؟ آه؟ خیلی کمر باریکه. هیچی نداره بنده خدا. چه دوربین شکلی بود؟ زدش؟ نه فقط داد بیداد میکنه. سوخت. کی سوخت؟ چی شد؟ چی شد؟ حاجی چی شد؟ من اصلا نفهمیدم. مسخره. با تیر بزنش دیگه. فقط لاف تفنگ اومدی؟ خب بزن دیگه. نمیدونم داره آمپول میزنه. داره چیکار میکنه؟ آمپوله. نه تفنگ دستش. Why are you aiming نگاه تفنگ رو گرفته سمت ما. خب بیشو تفنگ رو بگی سمت اونو بزن. یارو هم چه استستی. خدا زنه میمی چرا تفنگ رو میگیری در سمت من؟ بیا صداش در شلمغز استستی نمیتونه اینو بزن. همونجور داره داره میره تیر عوض میکنه فکر کنم. هوا داره آره نگاه داره تیر عوض میکنه. حاجی 60 دقیقه بیشتر نمیذاره. یا کن. آره خب بچه‌ها به پایان این بخش داریم میرسیم. تو 60 دقیقه میذاره. البته میتونیم زدش. خب دیگه بچه‌ها امیدوارم از ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. ما یه ویدیو هم اینجوری آزمایشی تستی بود اولین تستی ویدیو. داریم می‌ذاریم گفتیم شروع اولین کنیم بذاریم ویدیو. حالا شما آشنا شید با ما یه ذره تا حدودی. چی می‌خواستم بگم یادم رفت. لایک و ساب. چه؟ لایک و نه ساب. اون که لایک و سابسکرایب لایک و بزنید. سابسکرایب کنید. از این به بعد میخوایم بهتر کنیم. میکس فرند تازه شروع کرده. ویدیو خیلی جذابی داریم. میخوایم بهتر کنیم. حالا جاهای مختلفی که میریم با بازیایی که بعضی وقتا میذاریم ریاکت های این شکلی. بعد صرفا فقط نمیخوایم بازی بذاریم. اینکه بخوایم بازی کنیم و فلان و این حرفا نه. ما اصل کارمون فان و کمدی و چیزای دیگه است. تمرکز اصلیمون رو تمرکز اصلی رو اونه که حین بازی هم موضوعهای مختلف حالا میذاریم آره دیگه. بیشتر سعی میکنیم موضوعایی بزنیم که ریاکت های طبیعی داشته باشن بچه‌ها که بتونیم از دلش یه چیزی بکشیم بیرون براتون. دم همتون گرم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. سابو حتما انجام بدید. آره، دیگه. سابو مشتی حتما باشید. بر طرفدار. دمتون گرم. سابسکرایب کنید. ویدیوهای بعدی به زودی قرار میدیم. جنجالی خیلی جنجالیه. ویدیو بعدی حتما نگاه کنید. ویدیو قراره بترکه. نه من چرا؟ یه خداحافظ. دونه داریم بادکنک اون قراره بترکه. نه من بطور میترکونم. آقا من بچه‌ها خداحافظ. آره خدای دور از چیز بازی واقعا جالبی نبود. نه بازیشو مزخرف بود. این بازی رو اصلا بازی نکنید ها. به نظر یعنی من. پول مفته. حالا ما تو 23 اکسترا دلار بود بود. فکر کنم. آره تو اکسترا بود. حالا رایگان چیزش یعنی گفتیم تست کنیم ببینیم این همه جای مختلف گذاشتن چیزی قصد واقعا توهین مزخرف. چیزی هم نداریم ها، ولی واقعا حالا سلیقه است هر یکی ببینی خود، ولی به نظرم بعید میدونم ارزش بازی کردم هر کیم دیده نداره. بودم همینقدر رفته بود، یعنی تا تهش بعید میدونم کسی یا اگرم رفته باشه من ندیدم حقیقتا. دمتون گرم. خداحافظ. خداحافظ. بای بای.